استانی به تو خوش بگذره، فقر و نکبت پشت قدم‌های مبارکتون از اینجا بره. آقای رئیس جمهور، امروز به جایی رفتم که مطمئنم شما هرگز ندیده اید، چون بوی تبرک دولت کریمتان آنجا استشمام نمیشد و درخت عدالت نیز نمی روید. امروز در کنار جاده چیزی دیدم که از بودن خود شرمسارم کرد. خانواده ای رو دیدم کنار جاده داخل کانتینر کامیون زندگی می کردن. البته اگر در لغتنامه شما اینو زندگی بگن، در نکبت مطلق مثل تومه هایی که عنکبوت فقر و اعتیاد آخرین قطرات خونشون رو می‌مکید و از بین رفتن تومه های کم سن و سال خانواده رو میدید. آقای رئیس جمهور، امیدوارم سفرهای استانی به تو خوش بگذره، فقر و نکبت پشت قدم های مبارکتون از اینجا بره. رئیس جمهور، امیدوارم سفرهای استانی به خوش بگذره، فقر و نکبت پشت قدم های مبارکت از اینجا بره. چراغشون نور خورشید بی انصاف بود که در روزهای سرد ابری نمیتابید و تو گرمای تابستون هلاکشون میکرد. گرمیشون هم خوابیدن کنار بزهایشان بود در دل شبای سرد. گوسالشون چند روز پیش مرده بود، چند متر اون طرفتر سوزونده بودنش. خرگوشاشون هم کنار آشپزخونه چال شده بودن. آقای رئیس جمهور، جایی که رفتم دارفور، کنگو یا زیمبابوه نبود، چند کیلومتری شهر تاریخی اصفهان بود، نزدیک شهرهای صنعتی و کارخانه های مادر این سرزمین. از اسدآباد و نیاوران بسیار دور بود. پدر معتاد، مادر رنج کشیده و کودکان بیگناهی که اونجا بودن همه ایرانی بودن، نه توطئه آمریکا و اسرائیل و نه بازماندگان شاه بودن. اینها مهمانان رانده شده ی سفره دولت فخیمه اسلامی هستند، دولتی که اونقدر جهانی فکر میکنه که ملتشو از یاد میبره. آقای رئیس جمهور، امیدوارم سفرهای استانی به تو خوش بگذره، فقر و نکبت پشت قدم‌های مبارکتون از اینجا بره. ای دیکتاتور، امیدوارم سفرهای استانی به خوش بگذره، فقر و نکبت پشت قدم‌های نحسه از اینجا بره.